بالهای بافته اسب دید و گفت دیو و پری و اسب چو من سخت عاشق است. زین است تخت در نگه مرد اسبدار، سلطان ملک شوق به این تخت عاشق است. در اصل مرد اسبدار عاشق این جانور زیباست، همه هستی و محبتش را و اسب می‌بیند و خود را بالای این جانور زیبا سلطان می‌شمارد. خلق تاجیک از دوران قدیم و پرورش و نگاه و بین اسب مراکب به اندازه داشته توانسته است ذات اسب‌های تاجیکی را با وجود آورده مشهور عالم گرداند. حتی طبق عنعنه اجدادان ما می‌کوشیدند که فرزندانشان شیلاوری، اسب دوانی، چوگان بازی و تیراندازی را آموزانند.